سلام دوستای گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز روز 12 شهریور 1402 اومدم مهراد مال توی عظیمیه کرج. این مهراد مال یه مجتمع تجاری تفریحی اداریه که مابین میدون مهران و میدون اسبی قرار گرفته. این مجتمع 7 طبقه فکر میکنم داره که 3 طبقهش تجاریه، یه طبقه زیر همکفه که در واقع هایپرمارکته و 3 طبقه تجاری بالای اون قرار گرفته. طبقه 4 هم فودکورت هستش. نمای بیرونی و نمای داخلی این بازار خیلی خوب نورپردازی شده، خیلی به صورت مدرن طراحی شده و کلا فضای خوبی داره داخل پاساژ. یعنی شما وقتی میخواید قدم بزنید فضای قدم زدن خوبی داره، طراحی جذابه، تهویه خیلی خوبی داره و اینکه کلا حس خوبی دارید. یه قسمت هایی هم صندلی گذاشته، هم تا که میبینید کنار ستون ها صندلی هست برای نشستن. طبقه 4 هم فودکورت هستش که هم سرپوشیده هست هم فضای باز داره. در واقع اینجا ما از طبقه همکف داریم میریم طبقه اول. حالا امروز که من اونجا رفته بودم تقریبا روز خلوتی بود، خیلی روز شلوغی نبودش. برندهای خوبی توی این در واقع پاساژ هستش و حالا اگر سخت پسند هستید و دنبال برندهای خاص هستید اینجا میتونید پیدا بکنید. توی طبقه 5 این پاساژ جایی هست به اسم سرای فرهنگ و هنر که توش آثار هنری در واقع میشه گفت برای فروش گذاشته شده. کنسرت های کوچیک موسیقی توش برگزار میشه و تئاتر هم اونجا هستش. یکی از بدی هایی که من بخوام در مورد این بازار به شما بگم یا این پاساژ به شما بگم اینه که توی مرکز، یعنی در واقع تو خیابون اصلی عظیمیه قرار گرفته. روزهای تعطیل و آخر هفته ها معمولا خیلی شلوغ میشه و ترافیک زیادی داره. برای رفتن به اونجا یه مقدار اذیت میشید. یعنی فکر میکنم یکی از ایرادهایی که داره همینه. اما در کل فضای بازار فضای خوبیه، فضای دلنشینه. پیشنهاد میکنم اگر توی کرج هستید که حتما یه سر برید اونجا و اگر توی شهرهای دور اطراف هم که هستید باز به نظر من ارزششو داره که بیاید در نزدیکی بازار رو ببینید. و حالا تو ادامه ویدیو هم بیشتر از این صحبت نمی کنم، فقط خواهشم اینه که کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایک بکنید، اگر کامنت هم بذارید که ممنونتون میشم و هر پیشنهاد دیگه یه هم داشتین میتونید توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید. ممنونم که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیوی بعدی موفق و مؤید باشید.